پیغمبر خدا میگوید وقتی که شما سحر بیدار میشوید، چشمهای خود کشاده که میکنید و نظر می اندازین که دستهای شما حرکت میکند، پایهای شما حرکت میکند، خلاص همه اعضای شما در جای خودش درست واقع هست. نظر به کلبه خود میکنید، کلبه شما به یگان واقعه، نه سوختار شد، نه بالای شما چپه شد، بلکه صحت و سلامت تا سحر بالای شما پناهگاه شما شد. شما بیدار که شدید، اولا شکرانه به سوی خدا کنید، زیرا که خدای شما قادر بود که شما را دیگر چشم شما را بیدار نسازد. همین چشمی که شما پوشانیدین ابدی روز قیامت بکشاین، این ده هم خداوند قادر بود. یا خداوند قادر بود که این خانه که شما در زیر او خواب بودین، این خانه را بالای شما چپه بسازد. لیکن آرام به یگان واقعه شما بیدار شدید. رسول اکرم میگوید شکرانه این شما به جا بیارید. شاعرم همین باز ما و شما طلب دارد، هر سحر برخیز ای دین خدمت جبار کن. سحر که از خواب بیدار شدی، به یگان شکایت، به یگان تردید، به یگان دودیلگی از جای خود خیز. بسم الله الرحمن الرحیم. و اولین کاری که انجام میدهی این است که تو باید که طهارت انجام دهی. طهارت که انجام دادی، بعد این دیگر امر جبار بالای تو می ایستد که باید قدم زنان به سوی مسجد محله خود برای ادا کردن نماز بامداد حاضر شوید. زیرا رسول اکرم میگوید خداوند فرمود من صلی صبح فهو فی ذمة الله. کدام بنده از من اگر نماز بامداد با جماعت خواند، او بنده در ذمه من است. خداوند ذمه بنده را به سبب این نماز با جماعت بامداد به عهده خود میگیرد که این بنده امروز کافر نمی شود، این بنده امروز دیگر گناهکار نمی شود. این بنده ای که اگر خالص از برای من همون سحر در نماز بامداد اشتراک کرد، خدمت جبار خود کرد. من صلی بردین دخل الجنه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر نماز بامداد با جماعت ادا کرد، اون کس وارد جنت میگردد. بعد خدمتگر توانی گریه بسیار. حضرت میگوید بعد این عبادت ها باز نناز که من به سوی تو ای خدایا عبادت کردم، من نماز بامداد خواب سحر پراندم و برای مسجد قدم زنان آمدم. اینا با به سوی درگاه خداوند نناز، بلکه باز گریه کن که خدایا این مشقت مرا به درگاه خود قبول بگردم. زیرا بنده بسیار مشکلات های دارد، بسیار حالت های خوف و خطر زیاد در پس دارد. همه مشکل برای ابن آدم، همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست واقف نیست آدم. همین که از عذابها با خبر شد، ز اندوه جزا خونی جگر شد. اصل همون آدم آدمی هست که از واقعه های خود، از روز جان دادن خود، از داخل شدن قبر، از روز بیدار شدن در روز قیامت فکر و اندیشه میکند. من یک شیخ احمد رضی الله عنه را به شما میگویم، بعدا انشاءالله صحبت ما آغاز میکنیم. حضرت در معدن حال جنونی سبب گریه کردن شیخ احمد را خبر میدهد که شیخ احمد خیلی گریه میکردند، زاری میکردند، تولا میکردند. وقتی که از حضرت سبب گریه را پرسیدند، سبب زاری را پرسیدند، حضرت گفتند با بالا 8 جنت فوق گردون. جنت از روی روایت ها زیر عرش خداست، در قسم بالاست. دوزخ از روی روایت ها در زیر زمین است. با بالا 8 جنت فوق گردون.
بزیرم 7 دوزخ ماند بیچون. بیاسایم چگونه در میانه، بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من ذکری شبانه. حضرت گفتند چگونه من آرام گیرم، چگونه این چشم از آب دیده قاق شود وقتی که بالای سر من 8 جنت است، زیر پای من 7 دوزخ است و من یک بنده نالایق در مابین اینها خواب است. ندانم اهل پستم یا که بالا، چه آید حکم از ایزد تعالی. من نمیدانم، گفت نمیدانم که از خدای من چه حکمی آمده باشد که این شیخ احمد را بالا میبرند یا پایان میبرند. از این خاطر من در اندوه هستم. چون این گفت آن جگر خون گریور شد، کشید آهی مگر خونی جگر شد. اون حضرت ها این فکرها در خیالشان بود. امروز ما و شما خنده میکنیم، ما و شما غافلانه بی پروایانه حرکت میکنیم. سببش این است که ما و شما از آن خوف و خطری که در پیش داریم درکدار نیستیم.